هزاران موجود از حشرات کوچک گرفته تا نهنگ‌های عظیم و جثه ساکن اقیانوس‌ها در کنار ما انسان‌ها زندگی می‌کنند. نسل بسیاری از آنان منقرض گشته است و تعدادی از آنها نیز در خطر انقراض قرار دارند. برخی از آنان اهلی هستند و در کنار انسان‌ها به خوشی زندگی می‌کنند و برخی دیگر دارای خوی وحشی بوده و به شدت درنده هستند. پس از بررسی‌های فراوان و انجام نظرسنجی‌های مختلف در بسیاری از کشورهای جهان، تاپ 10 نام 10 موجودی را که برای اکثر انسان‌ها ترسناک هستند را منتشر کرده است. برای مشاهده این لیست با ما همراه باشید. در ابتدا بهتر است به این نکته توجه داشته باشید که این انتخاب‌ها بر اساس خطر ایجاد شده توسط آنان دسته‌بندی نشدند و ملاک اولیه قدرت ایجاد وحشت در دل انسان‌ها هست. انسان‌ها، بله، اولین گزینه این لیست انسان‌ها هستند. به واقع بی‌رحم‌ترین نوع موجودات که توان کشتار عظیم هم نوعان خود و لطمه به سیاره زمین را دارد انسان‌ها هستند. بمب‌های اتمی و جنگ‌های متعدد گواه این انتخاب است. علاوه بر اینها، نابودی بسیاری از حیوانات و موجودات کره زمین را به دست انسان‌ها نمی‌توان فراموش کرد. پس نوع انسان ترسناکترین موجود برای خود است. اما در این میان هیچگاه نباید انسان‌های بزرگ و مهربان را از یاد برد. انسان‌هایی که با عشق به نوع خود و حیوانات ناجیان زمین هستند. عنکبوت‌ها برای بسیاری از بانوان و حتی آقایان جزو ترسناک‌های موجودات هستند. هیچ فرقی نمی‌کند که این موجود یک عنکبوت ساده باشد و یا یک روتیل سمی بزرگ. جالب است بدانید هنوز هم تعدادی از قبایل از روتیل سمی بزرگ به عنوان بهترین غذا استفاده می‌کنند. به هر حال خانواده بزرگ و پرتعداد عنکبوت رتبه دوم این لیست را به خود اختصاص داده است. کوسه. ترس از اتفاقات غیر قابل رویت در واقع نوعی وحشت ذاتی در انسان‌ها هست. این خطر می‌تواند در تاریکی سیاه پنهان باشد و یا در دریایی بزرگ. وقتی نزدیک شدن یک کوسه را نمی‌توانید به خوبی در دید داشته باشید، پس قطعاً ترس از این موجود همیشه با ما هستش. بله، به اعتقاد بسیاری از مردم جهان، کوسه جزو ترسناکترین موجودات جهان هست. جالب است بدانید سالانه 100 میلیون کوسه در سراسر جهان صید می‌گردد و ظاهراً انسان‌ها برای کوسه‌ها خطرناک‌تر هستند. تمساح. کروکودیل یا تمساح از خطرناکترین جانوران شکارچی است. این حیوان دوزیست می‌تواند ساعت‌ها در انتظار شکار کمین کند و عمری بالغ بر بیش از 100 سال دارد. بعضی از انواع این جانوران می‌توانند تا 6 متر قد و 1 تن وزن داشته باشند. آفریقا، استرالیا، آمریکا و برخی از کشورهای آسیایی دارای بیشترین تعداد تمساح هستند. این حیوان سالانه تعداد زیادی از انسانها را خورده و یا نقص عضو می‌کنند. انسانهای بسیاری حتی به صورت ذاتی از این موجود وحشت دارند و به همین دلیل تمساح رتبه 4 از لیست ما هستش. مار. این حیوان و خصوصیت‌های آن را همه ما می‌شناسیم. مارها در گونه‌های مختلف در سراسر جهان وجود دارند و اکثر گونه‌های این حیوان سمی و خطرناک است. یکی از تفریحات برخی از مردم جهان نگهداری مار به عنوان حیوان خانگی است که این کار در برخی از کشورهای جهان ممنوع شده است. این حیوانات وقتی در حالتهای وحشت و یا گرسنگی قرار می‌گیرند توانایی حمله به انسان را دارند و هیچ فرقی نمی‌کند که این انسان صاحب چند ساله آنها باشد و یا یک فرد غریبه. مارها سالانه جان 50,000 انسان را می‌گیرند. هیچگاه فراموش نکنید که مارها
حیوانات باهوشی نیستند و توانایی تفکر آنان بسیار ضعیف است. مار در رتبه 5 وحشت جهان